یعقوبی مای این دبا یعقوبی مای مهنت کشم تازی حق میباشم غلبه میکنه هورا شاهیدی حق میباشم صاحب حق میباشم حق میباشم این دبا مهنت کشم تازی حق میباشم شاهیدی حق میباشم رفیقان اگر آماده باشید آغاز میکنید. من آمادم. من تیارم. فرما بچه ها براندن اجازت است. صالح ظریف آنها می‌فرمونند کجا شده؟ آدم‌ها زخم برداشتند. دار کمکم کنه. دار این رو دار. زودتر دار. کمکم کنه. بیا زخمت را بندم. آرام شو، ترسیدن در کار نیست. از اینجا زر میکنیم انا با این لطه میبندیم. شرف دختر و سرد فاشیست. دمت را گیر فاشیست. آیا دیوانه شده؟ دختر زخم برداشته است، نمیبینید؟ آیا تو را زدی؟ پیسرم رو از پی کارت شو. گفزن تو را زدی. گفتم رو از پی کارت شو. رفیقان این فاشیست رفیق ما را زده است. او را میکشم. پراکنده شدید، زودتر پراکنده شدید حیوان‌های احمق. به هیچ کس رحم نمی کنند. تیرپرانی رو بس نکنید. دوام دهید. چیکار میکنی ها؟ سلام در کجاست؟ کی ساختی؟ برا گوش کن، من نمیدونم. شما آدم های ماجر میباشید. همین خله او در کجاست؟ سلام در کجاست؟ نمیدونی؟ از دست یکم کاری نمیآید. قطر نباشد تو را میکشم. اجایی تو نزدیک است. حیوانی بشنم. اکنون به تو نشان میدهم. اینجا بیا حیوان. گفزن با تو چیکار کنم؟ حیوان. اینجا بیا. آیا تو را با پایان پرتایم؟ نفردا التجا میکنم اکا. از این سامایی میگونم چی میخواه؟ اکا التجا میکنم. شما چی نگه دارید؟ نفردا اکا جان نفردا. احمق بکره. بیهوش نشو احمق.
آقای مدیر در بالای یگان کس نموند همه را دستگیر کردیم آفرین از بالای بمب پراندن خوب شد همه‌شون به نزد شما آمدن برای ترکیش آماده باشید ای احمق ایستا با یگان جو گریختن نمیتوانی میآیم بیا از اینجا میرویم دخترچه زیبا کجا رفته باشم سومن تو کجا شدی سومن مرا بشنوی سومن ایستا میگویم ایستید از جایتان نجومید اگر یک قدم دیگر میزنید میترک اونم حرکت نکنید در دستت بوده رو پرتو سلاحت رو پرتو نباشد میترک اونم گمزن دخترم در کجاست او رو با کجا بردید گمزن گفتن نمیتوانم گمزن باید گپ زنی نمیفهمی گمزن هر کاری که میخوای کردن گیر خواهی مرا بکش اما اصلا دخترت را نببینی ایستا نپرم همش رو میگویم زودتر گمزن در نزدیک های توزلا در طرفی توزلا تو رو قرش شدی زودتر گفتم در خیابانی نیلوفر بنا است یا تخانه آدم بر این گپ زن در یک تخانه سلاحت رو پرتو نباشد میترک اونم تو را همراهی رفقت میترک اونم نیلش خوب شده از آرام شو سلاحم را میپرتایم طبق گفته ای تو عمل میکنم آفرین نجوم ایست در جایت فکری ترکاندن را نکن مرا عصبانی نکن تو با من دروغ گفتی ها؟ بله از کجا فهمیدی؟ پرتو میگم پرتو گفتم پیش از دخترات میبری پرتو سلاحت رو پرتو دخترت را اصلا نمیبینی سبب ندیدنت مردن توست اول دخترت را میکشم نیست پلیس سلاحت را پرتو اکی ساله اکی ساله
اکای ساله خوب هستی؟ اکای ساله اکا یگون چی گوی؟ گفزن اکا خدایا پدرم چیزی شده است. چی شده است جونکم؟ نمیدونم، حالش خوب نیست. نوزیه تو چی میگویی؟ یگون گپ نشده است. اپا من حس میکنم، قسم میخورم که به سر پدرم حادثه ناخوشی اومده است. من از اینجا برارید، زارا میکنم برارید. نزدیک پدرم رفتم میخواهم. نوزیه جونکم آروم شو. نه اپا جون، من نزدیک پدرم میروم. باید چی کاری کردن؟ نه جونکم یگون چیز نشده است. آروم شو. پدر بس کن. حالا که فرصت داری بس کن. اگر یگون حرکتی ناجا کنی تو رو میپرانم. زمان چه حال داری؟ ماجر هم در اینجا بود. عارف زودتر اکای ساله رو پروندن. حالش خوب نیست. عارف مرا میشنوی؟ اکای ساله رو پروندن. عارف میشنوی؟ ظریف تو چه ها میگویی؟ زودتر به اینجا بیایی. احوال اکای ساله بسیار هم بد است. در خون آغشته است. عارف زودتر شو. خون زیاد میرود. چی گپ شد عارف؟ اکای ساله رو پروندن. چی؟ ظریف میگوید که احوالش وزین است. خدایا نگهدار. زودتر باش. دویدیم. اکای ساله قربانتون شوم صبر کنید. اکای ساله قربانت شوم. اکای ساله صبر. این حادثه چه خیل رخ داد؟ آقای مدیر ماجری بیشتر رو پران. ماشین یاری تجلی رو جغ زده؟ جغ زدم برادر، حاضر می آید. جغ زدم. اکای ساله صبر کن. اکای ساله تا دخترت را نیابیم به یگان اکای ساله برام که پران این کار کی است؟ اکای این کار را ماجر کرد. برادران این شخص سنم را هم دزدیده است. حالا سنم در دستی او میباشد. تو چی میگویی؟ قسم میخورم اکا. نامردی خودخوار. کارلوس آرام شو. او را حتما میابیم. حالا باشه که اکای ساله را باید کنیم. اکای ساله صبر کن. اکا جان. نازیه جان. اکای ساله کاش او را آخران مراتب میدیدم. صالح او را میبینی؟ انشاءالله در پیش روزهای خوب میباشند. صبر کن برادر، صبر کن. صالح نجات میابی. صالح نغز میشوی. صالح اکای ساله ماشین یاری تجلی کجا شد؟ اکای ساله کجا شده شما؟ خود باشه زودتر میبورن. زودتر اکای ساله چی رو نگاه کرده شده؟ از برای خدا زودتر باشه. زودتر اکای ساله Хочется сладкого? Лакомка от фабрики Ата – это то, что нужно. Вафельный сюрприз и шоколадное удовольствие. А теперь еще и лакомка мини – маленький праздник каждый день. Лакомка вафли в шоколадной глазури от фабрики Ата – самое сладкое удовольствие.
اما یک طرف برادر یکون چیز گوید آخی درمان عملیات کردن لازم. اکای ساله تو خط کنید انشالله خوب میشه. بسته زودتر. یک طرف یک طرف راه شاید دکتر را بگو زودتر. دکتر نیستن. آخر بگوید زودتر بیاید. خدایا توبه. این بیگانخانه را چپه میکنم. بولتا آرام شو. برادر اکای سالی همه بدر عملیات میشوید. همش پچی سر میشوند. انشالله سیاه سلامت میبرو یکا. از نازیه جان خبری هست؟ خاطر نشوکا خدا خواهد میابیم. آن به شرف رو میابیم اکا. تو نگران نباش میلش. التماس دخترم رو یابید. اکای ساله به شما قول میدهم که میابید. آخر این دختر کجا شد؟ از برای خدا کجا شد؟ لطفا یک طرف استید. به او چی شده است؟ تیر خورده است. خون رویش خیلی زیاد است. جراحی کردن لازم. این خیلی باشد. زودتر بسم الله. رجب با تلفن جواب ده. آخر دیوانه میشوم در اینجا. بینندگان گرامی، نمایش تظاهرات در روز 1 می رخ داده را دوام میدهیم و تظاهراتگران آتش کشاده شد. موافق معلومات آخرین مقدار زخمیان به 9 نفر رسید. یکی از زخمیان کارمند تعیینات مخصوص است. احوالش باشد خیلی وزین است و منطقه یاری زیاد تجلی روان کرده شده. در کجا میگردی آخی؟ یک دقیقه. شما رو فوراً جراحی کردن لازم. اجازه دید. شاید که دیگر نبرایم. حقتون را حلال کنید. انشاءالله صحت میشوید اکای ساله. این گپ رو نگوی. تقدیر خدا هرچی که خواسته باشد همان می شود. من حقم را حلال می کنم. ما هم پیل کردیم اکای ساله. آرام باشید. حلال شود اکای ساله. حلال شود اکای ساله. حلال شود اکای ساله. حلال شود. ببخشید. نازیه به شما امانت. همین قدر کفایت. هر یک ثانیه برای ما مهم است. عارف لبی تو شنیدی؟ بله اکا. نازیه به ما امانت. شما آرام باشید اکا. لطفاً جنابان. کندی رفیقان. کارلوس از سنم یکون خبر هست؟ نه آخیر جزایی دو بکاران را خدا دیم. من اکنون با اویله سنم نمیدونم چی گویم. آن نبکار از کجا و چکر میابه من؟ اگر میافتیم به دستم میافتیم. برو با کسی نمیگذاشتم. خانه آبان میخوردم. این ابله از کجا پیدا شد نمیدونم. کیست اکا؟ نمیدونم چیکار کنیم. حیرانیم. نازیه نیست. سنم نیست. اکای صالح در این حال.
اوه خدایا با ما مدد کن. با تلفنت جواب ده. 1 ساعت با زنگ میزنم. فاطمه زنگ میزند. حاضر وقتی این نیست. این رو بینم برایم خاموش کن. اما رجبی من به چی فکر حالا مشغول است وگرنه هرگز این کار نمیکرد. قربانی نوبتی همین است جانم. این زنی بالتا میباشد. چیکار کنیم این زن را؟ گرفته میبرید. من در ماشین میشم. یک بخوری دارم. شد جانم تو راحت باش. ما حال میکنیم. خبوتیر نشم. ملک سردارم اکای ساله را برای جراحی در آوردند. احوالش وزنین. البته سردارم خاطر نباشد حتما به شما خبر میدهم. چی شد؟ سردار چی میگوید؟ در بین تظاهرگران هم زخمیان وزنین بودند. اکا از مجرگاه خبر هست؟ اشارت گرفته است. همه جا را کافته ایستاده میگویند. او خدایا دیوانه میشوم. یا ما یکان خطای کردیم نمیدونم آخیر. چی گفته ایستاده ای؟ نمیدونم. به سرم فکر روی خیلی میآید. مایلش همه آرام شود. صبر کنید. فراموش نکنید که خدا با صابران است. این را هم پسی سر خواهیم کرد انشالله. فهمیدید؟ انشالله. خودتون را با دست گیرید بچه ها. انشالله. انشالله. تو به همه تلفن جواب ده. آخه زنی به چونت خواتر شده است. چی شد زنک؟ رجب جان چه خیلی نفس هستی؟ نفس نیستیم زنک. در بیمارخانه ایم. اکای سال زخم دار است در جراحی. شنیدم رجب جان شنیدم. در اخبار نشان دادن. خواتر شدم. تو چی خیلی غمگینی ها؟ از آن هم زیادتر. نمیدانیم فکری کدامش را کنیم. نازیه را دزدیدند. عروس شونده کارلوس را هم. وای نیه؟ کسی هست که به سریمون بلا شد. زهرش رو مدام به ما میشه کند. تو هم احتیاط شم فاطمه. در خانه تنها نمان. به خانه پدرت یا به نزد همسایه ها. به من کی میرسیده است؟ کلاشم رو میبورم. کی به من دست میرسند است؟ تیر رو در پیشونیشون جا میکنم به خدا. تو را بیهوده بلای 7 دسته نگفتن فاطمه. و تو دست میرساندگی اجلش رو میابد. و فاطمه بگو با احتیاط باشد. از دستیان وحشی هرچی آمدنش ممکن. این در اینجا بوده ها هم میگویند که با دقت باش. خیلی بدگم میزنیم. مالش به مو کی ضرر رسانده میتواند به سر خودشان بلا میخرند. به مو کی ضرر رسانده میتواند به خودشان بلا میخرند. عجب سکی رسید به دیواری مسجد کعبه. شما کیل ابو چی داد میزدی؟ گفتم که تو را میکشم. خیز گفتم. بیا هنوز دوام دارم. خیز کنی از جد؟ خیز. تو در حقیقت دیوانه بوده ای. حس کن که دندانهایت را میشکنم. دو کس از عهده یک زن نبر اومده.
وای دیوونه سخی شما کیه؟ چی میخواهی؟ یا اینکه نوزیه رو تو دزدیدی ها؟ بس کن نماد را گیر براری رو خاموش ایستی خیلی پشتر رو سرده ما راگرد دیوونه من باتون شانه نماد را گیر خاموشی شما چی خیلی آدمی؟ جزیات رو خدا میدید انشالله. ما با سوی زمین نمانده شما از پی کشه گفته‌هایم را کنید. رجبی ما رو میشناسید همه تو رو میکشد میبینید. پروا نکن تو را از رجب جدا نمیکن او هم کمی بد میآید انا اون وقت کی چی کار میکند میبینید. همشیره شما کجا شدید؟ بیمار در جراحی کمی زودتر. چی شد؟ یگان مشکلی هست؟ آروم شوید هیچ گپ نی. احوالت چه خیلی است؟ نزد میشود؟ من دکتر نیستم همشیرم جناب. التماس او را نجات دهید یک دختر 10 ساله دارد. دکتر از دست شما درو کرده ایستاده است در اینجا نشسته انتظار شوید. میلش ما را ببخشید. بیا رفت باز خون لازم است. بیا ما راز دست بگیم. دلش از کار موند. خون رایش نمیزدن رگاش به تکیدن آمدن. نبضش حالا هم خیلی پست است. بیمار رو ازت میدیم. در اینجا خون جمع شد. زودتر آن را کشه زودتر. دلش از کار موند. الکتروشوک را آماده کنید زود. الکتروشوک تیار است. 3 2 1 خرده. نازیه منو در اینجا منتظر شد. پروردگار از عمری من گرفته به دخترم ده. التجا میکنم. تقدیر ازلی را تدبیر کرده نمی شود. تو باید این را بفهمی. اکنون من چی کار میکنم؟ به خدایی که سر رشته همه کارها در دست او جاری کن. پروردگار از عمری من گرفته به دخترم ده. التجا میکنم. جای دخترم جانی مرا بگیر. من مرگ دخترم را نشان نده. خداوندی تعالی هرچی خواسته باشد همان می شود. دعای درماندگان را بی جواب نمی گذارد. به خدای مهربان دعا کن. امیدت را تماما نکنده به خدا دست دعا گشا. مشکل کشای همه ما خداوند است. 3 2 1 خیلی خوب از من راهی. خیریت پسی سر شد. هنوز این چیز پسی سر نشده است. حیاتش خیلی هم در خطر است.
من چیکار کرده ایستادم از برای خدا؟ سلام در دست آن بیشرف من باشم در اینجا در کنج بیمارخانه هستم. کارلوس اگر یگان معلوماتی می داشتیم خاکشون را باز می کردیم ولی نداریم برادر. باید یگان کار کرده او را دستگیر کنیم وگرنه اون نابکار بسیار نابکاری های دیگر خواهد کرد. این آدم حالا نمیداند که با کی سر و کار گرفته است. اگر نام من عارف باشد، اگر ما گروه تعیینات مخصوص باشیم، آن رزیل را به قعر دوزخ روان کردن قرض ماست. اکه عارف این آدم را یافتن در کار، یافته او را بوغی کرده میکشی. البته میابیم و بوغی میکنیم، چنان میکنیم که از تولد شدنش پشیمان میشود. اگر او را نیابم انتقام اکی صالح و نازیه و سنم را نستانم، این سلاح را دیگر در دستم نمیگیرم. اگر حسابی همه این کارها را از اون نپرسم من هم دیگر نمیگیرم و بر روی هیچ کس نگاه نمیکنم. و من وعده دهید آن به نامت را میابیم و حتما او را به زانو میشنانیم. عارف تو آسوده باشه که عارف گفته هاید رو یک یک بجا میاریم. همین که اون به شرف را یافتیم اون طرفش آسان. خدای توبه. الو کارلوس مرا گوش کن. سلام تو در کجا هستی؟ سلام تو خوب هستی؟ کم زن خیر. سلام الو سلام در کجا؟ چه خیل بوده است؟ یگان چی گفت؟ یگان چی فهمیدی؟ ولو زنت علاقه قطع شد. در ها زنگ زن. رقم نبر اومده که این کارو کرده نمیتوانم. احتمال این رو به خود رو نمیبینم. تو نمیتوانی ولی من میتوانم. من دیده و دویسته این کارو نمیکنم. شما میخواهید که من شخصی دوست داشتم رو به مرگ برو کنم. من فرق ندارم. خودت میدونی من او را میکشم. نه نکنی کارو. آخر او کودک است. طفل بیگناه است. انا حاضر. میبینی میکنم یا نه؟ تو بازدید دوست رو یک. ایست لعنت ایست. زنگ نزنید پسرم. زینهار زنگ نزنید. این دوم است. مایلش الو کارلوس گوش بکنم سلام. که یه پست نازی همراهش است. سلام نازی همراه توست؟ ها با من است. همراه هم خیلی خوب است. تلفن یکی از اون برو دوزیده به تو زنگ کنم. خب در کجایه؟ سراغه رو به من گفتم نتوانی. سراغه؟ این سراغه رو بله میگویم. در خندیل در یک بایرون برو داشته است. در نزدش نقطه سوزشواری هم هست. خیر آن را که گذشته از طرف روز
کردیم. بعد 1-2 کیلومتر در طرف روز یک خرابه هست. تو خواطر نشو سنا. انشالله اومده تو رو خلاص میکنیم. آرام باش. کسی چیزی نفهمه سنا، فهمیدی؟ بازی میبراییم. مایلش شکرانه خدا نهایت یافتیم. شکرانه پروردگار که. شکرانه خدا. خدا جزایتون رو دهد. جوابی این کاری کرده اتون رو میدهید. بسیار گم نزد. باد و نچین. مگر نه به سرت بلا میاریم. اپای فاطمه، نازیه، دخترم، تو خوب هستی دخترم؟ من میترسم اپا جو. نترسه با یکی من. شد بعد صحبت میکنید. پدرم که به اینجا میویند. تو خواطر نشم. پدرت ممکن نهاید. حالا در زیر عملیات مرد یا ماند خدا میداند. دروغگو. این دروغ میگوید اپا جان. پدرت صحت میشود جانکه. دختر کنی اکنون گیریه نکن. پدری من قهرمان است، دلیر است. تو رو پرانده نمیتوانی. پدری تو رو ما هم پراندم. دمت رو گیره بله. نمیتوانی گفتم نمیتوانی. اگر باور نداری از این دختر پرس. راست میگوید اپای فاطمه. پدرم نگاه چیز شد. نه دخترم هیچ چیز نشده است. تو غمگین نشو. فراکشاید من ازش پدرم میرم. آرام شو جانکم. آرام شو دخترکم. نوزیه بابا تو هستی. خود رو به دست گیر نوزیه جون. همش میگذرد. آرام شو دخترکم. نوزیه بابا تو هستی. پدر جان. نبدشکر خور را به جان آمده است. خون رایی ادامه دارد. در حال خون دادن لازم. همه خونهایی بوده رو استفاده کردیم. در را اعلام کنید. از نزدیکانش هم پرسید. روید خون یابه زودتر وگرنه میمورد. بله سردارم، کمی پیشتر زنگ زد. ما زود میبراییم. خاطر نباشید، سمندر همینجاست. البته زنگ میزنم سردارم. زودتر برای اومدن در کار. رفتیم زودتر. رفتیم کارو کردیم. جناب عالی، چی شد؟ برای بیمورتون آجیان باز خون لازم. چی؟ خودتون نداری؟ امروز 2 عملیات داشتیم. افسوس به قدری درباری نداریم. گروه خونی شما با فکر موافق بود. لیکن من برای کاری مهم شتاب دارم. میدونید دیگر چاره‌ای نداریم. ما میابیم ولی دیر میشود. اکا تو اینجا ما میرویم. کارکی تمام شد میایی. خیر میلش، هوشیار باشید. پناهتان به خدا. شما هم در پناه خدا باشید. مرحمت بیایید. اکای عارف اونجا مصدرم. من بالته و کارلوس میرویم. میلش سردارم، شما قوه ایلاوگی فرستید. در آنجا با میتونید. میلش سردارم. خب خبر میدید. گریه نکن دختر، گریه نکن. انشالله خلاص میشوی. خیلی خلاص میشم اپای فاطمه. چه خیل دعا میکنیم دختر. کنی بگو از خدا امید ما رو میکنی. نه نکنیم. این خیل باشد دعا میکنیم. اپا آخر با دعای ما میلش این خیل میگویم خدای خداوند ما را از دست این ظالمان خلاص کن. آمین گوید آخی. آمین. ما را صحت و سلامت و آیله های ما را رضا خدایا. آمین. شما در اینجا چیکار میکنید؟ توبه کردم خدایا. دعا کرده ایستاده ایم. خلاص شویتان به دعا و بسته است. دانید که کارتان تمام است. میبینیم که کار کی تمام است. اینها را برای نمایش مستقیم آماده کنید.
کنی خیلی قد نزن خاموش. صدر مرو میگم. چی میخوای؟ صدر مرو میگم. آرام باش. صدر نجم گفتم. صدر رو میگم. ماباشوتمت رو گیر گفته. پدرم زنی شمرو. بابای نرس. دستانت رو میشکنم. فهمیدی مرو؟ شرم نمیداری که یک بودکی خوردک رو میزنی؟ چه خیل آدمی وحشی بوده ای چمو. نجم این کرسی ها برای چیست؟ یک تاش برای شوهر است. رجب در اینجا چی کار دارد؟ تو رو پزمان شده است. به همش دام گذاشتند. همکارانی رجب هرگز به این دام نمیفتند. همه شما را میکشند. ببینید نجم گفتم نجم. پدری من دادری تو را کشت. چه زور. بابا میگم داشتم کودک نمیگویم یکم تو را میکشم. کشتنی باشی کش. پدرم تو را میکشد. سرکه یاری ایلاوگی هنوز نمامده است. برادر موشن را چنان ران که یاری ایلاوگی به ما نمیرسد. برادر جان نوزیه و سنم در خطر است. البته که همین خیل میکنی. اکای زری صلاحیتی فرماندهی از توست. بگو چیکار کنی؟ یاری را منتظر شویم گفتنیم ولی تو منتظر شده نمی‌کنی. مرا ببخش برادر. ولی به فکر من حمله باید کنیم اکا. این فکر به من معقول. با دقت باشد که جدا نشده یک جای می‌داریم. خیر بسم الله. با فکرم در اینجا کسی نیست. آیسته احتیاط نیمی حیات. شاید این بازی باشه. به فکرم همین خیل است. بچه ها با دقت. اکای سلام است. ایست کارلس آروم شو. ایستو خواهش میکنم ایستو. خدا زند شما را. تازه است. کسی ما را احمق کردین دام است. اکای خیل نیست. در تلفن سنم بود. اکنون دیر شد. آمده ایستاده. پرتا سلاحت را پرتا. سلاحت را. سلاح و تلفن هایتان را گذارید. ساعت و دستمانه هایمان را هم گذاریم برادر. چی؟ هیچی. سلاحت را پرتا. آقای مجیر با شما گپ زده نیست. چی بخوایی ابله؟ این چه خیل گپ زنی؟ بیادر در کالج با تو ادب نآموختم است. ما در کالج مالج نخوانده. خواهی نخواهی ما همین خیل گپ میزنیم. آدمی دغل بوده ای. بار دیگر که زنگ زدی لبای جانکم میگویم. این به تو معقول میشود ها؟ حاضر با تو یک سوال. دوست داشتن در دست ماست. مردنش رو دیدن میخواهی یا اینکه نمیخواهی؟ تو ما رو دیوانه نکن. تو رو از گلویت بوخه میکنم. دخترها رو سرده اونا رو. من حاضر به اونجا می آیم. با من هرچی خواهی کن. خواهی بران خواهی عذاب ده. لیکن دخترها رو سرده. اما جوابی سوال من این نیست. مایلش حاضر می آیم.
تو تنها نبیا، اون دو رفیق دیر صورتت هم بیاین، وگرنه هم نازیه و هم سنم و هم فاطمه میبینن. فاطمه؟ فاطمه رو هم بوده است. و من گوشم ابله با اونجا بیایم تو رو خام و خام میخورم. همسرم رو سرده. شما آدمانی عجایی بستید. همسرت رو دیدن خواهی و اینجا باید بیایی، البته که بسیلو. اگر نگذاریم دختر رو میکشانه کرد. خدایا این آدم اگر به دستم افتد میدونم چیکار کنم. چه؟ سردارم چه ها میگویی؟ فاطمه رو هم بوده است؟ او دیوانه است، وحشی است، آخر از ما چه میخواست است؟ فاطمه رو هم بوده است، بلا زند. نه سردارم، آنها رفتند. خدایا چی کار میکنیم؟ مالش بعد بود زنگ میزنیم. ایست چی کار میکنی؟ خون دادی. کم احتیاط کن آخر. این رسید را باید یابم، سومن باید یابم. حالا کمی صبر کن. با این اول به هیچ جا رفتن نمیتوانی آخر. چی خیلی صبر کنم؟ او همه این نزدیکانمان را یک را بوده است. تو صبر کن نگویی. خب مالش را به کجا میروی؟ نمیدانم. از بهوده در اینجا نشستم دیرم میکفد. مرا هم. با یگان کس گز زدید؟ پلیسا بیانات‌های همسایه‌ها را میگیرند. یک تاش دیده بوده است. با خصوصیت‌های مهاجر موافقت میکنند. او زنده است؟ او زنده است. کاری کنید نمورد. در حال به بیمارخانه برید. این آدم به ما لازم است. لبای سردارم. چی کار کردید؟ با ظریف با خورده؟ در اینجا کسی نیست. خدایا اینها کجا گم شدند؟ یگان اشاره نیست. تنها یک لختکی هست تو خلاط. شاید این بازیه باشد سردارم. انشاءالله این خیلی نبودگی است. چرا آنها شما را منتظر نشدند؟ خیر یگان خبر که گرفته در حال به من زنگ زنید. فهما؟ خدایا پروردگارا این چه خیلی امتحان. این آدم برای ما یک درد سر شد. اوه خوش آمدید، مرحبت. سلام کارلوس، با ما یوریده. از اینجا خلاص میشه. صبر کن. زنم چیکار میکنی؟ نمیبینی چیکار میکنم؟ اکا ظریف پدرم چی خیل است؟ شکر خدا پدرت خیلی خوب است. راستش رو میگوید همین خیل نیست؟ براستی خوب است نازیه، خیلی خوب. اکا جان مرا به نزد پدرم برای دیر تیماس یارو خیلی پسمان شدم. مایلش جانکم، مایلش دخترم، تو غمگین نشو. انشاءالله از اینجا میبری. باید کمک طاقت کنی. مایلش صحبتتان که تمام شده باشد و کاری اساسی عمل بگذارید. دهانشان را بندید. ها مرد ها ایستم. اینها را بندید. آوازهایشان دقل به عصبی کس میرسند. من تو رو میکشم ابله. تو انیق به دستم خواهی افتاد. تو مگر رحم نداری؟ آیا از خدا نمیترسی؟ من کله تو رو میکنم حیوانی بیناموس. بله آرام شد گفتم. میزی من هم کمی پرهیجان و زنها می‌نگرند. آنها بهد آرامند. نام بازی ما رولتین بتونه. مقصد بازی آدم بی‌طالع ترین را انتخاب نبودن است. بازی خیلی ساده است. دخترها آرام شد. انشاءالله شما را از اینجا خلاص میکنم. نکن نکنی باجی ابله نکن بسنم نرس ابله.
سرگه میگویم سرگه میگویم بابا این نراز کن نکن ماجد خواهش میکنم نکنم لا ماجد نکنم لا نکن این کارو نکن ماجد نکن ماجد یکم جای ترس نیست. حالا که پخش مستقیم آغاز نشده است بازی را هم آغاز نمیکنیم. برای نمایش آماده هستیم؟ آماده ایم اکا. آرام شو. علاقه که تیار شد خبر دهیم. مایل شد. من چی خیلم؟ اولی جان او بکا. از کارلوس یگون خبر نیست؟ نه نیست، افسوس که نیست. عملیات تمام شده است. دکتر کمی پیش برآمد. بخیر است. احوالش چه باشد؟ خوب است، شکر خداوند. خدا را شکر. کمی بعد به خود آید می برآورده. سومن ببخش که من خودم را داشته نتوانستم. مرا ببخش. هیچ گپ نه. این ماجر چی کار کردن است نمیفهمم. علم های دیدش را به ما هم دادن میخواهد. از این را دستوران و نزدیکان ما را عذاب دادن است. پس چرا ما را عذاب دادنی نیست؟ شاید دوست داشته نداشته باشی. دوست داشته دارم. درست سرش داشتم. پس کجا شد؟ نخواست. شاید تو نخواسته باشی. او را از همه چیز دنیا بیشتر دوست می داشتم. شاید به او یک شانس دیگری میدی. محبت ما مثل دیگران نیست. و بعضی ها شاید گران آید. از این رو مجبور کردن نمیخواهم. در جایی که من به وای رسیدم یک مقال هست. اسب را برای یک بار رفتیدن سرش را نمیبرند. همه کس حق فرصت دویم را دارد به فکرم. وقتی که یکی صالح را در آن حال دیدم فکر کردم که من میتوانستم به جای آن باشم در این دنیای گروزه. عارف مرا ببخش، خطا کردم، به تو ناسپاسی کردم. سومن اکی ساله احوالاتان چه خیلی؟ لطفاً به ما را خسته نکنید. نوکک به خود آمد. نازیه دخترم حاضر می آید اکی صالح، خواطر نشوید. اکم برای نمایش کم ماند. 5 4 3 2 1 سانم با ما زنگ زد. یک تلفن یافته است. گفت که نازیه خوب است. خدا را شکر.
کاش آوازش رو هم میشنیدم. انشالله اکا، انشالله. این اخبار چی؟ زنگ ویدیویی؟ خدایا. ماجر؟ خودی خودش. عارف چی ها داری؟ تو را که کشتم حالم خوب بشود بشرف. لیکن تو این خیل کنی مصلحت ما نمیپذیر. در اینجا آدمی بسیار است. کی هست در اونجا ابله؟ گفدر کی هست؟ عارف چی شد؟ شما آرام باشد اکای صالح. ببین همه همینجا، فقط تو نمیرسی. میآیم، البته میآیم ابله. اگر با آنها یکان چیزی شود دلت را میکنم. فهمیدی حیوان؟ چه شد؟ به نازیه یکون واقعا روی داد عارف. نازیه خوب است، نازیه خوب است. اگر خاطر نباشید. خدا جزایت را دهد، خدا جزایت را دهد. حالا با شما بازی رولت بیتاله را نشان میدهم. با دقت باشید. ماجیر دختر را سرده. او را سرده مرا فرمان. ماجیر تو این کارا نکن. ماجیر این کارا نکن. دیوانگی نکن. نکنین کارا. نکنین کارا. میکنم. التماس نکنین کارا. قربانت شدم. نکن. آرام شو. ماجیر کودکت. ماجیر رها کن دختر را بشنم. سرده او را. سرده میگم زینهار نپرو. سرده کودک را. تو میگویم به من همین نشان ده. اکای صالح شما نبینید. خواهش میکنم شما نبینید. عارف کنی ببینید حاله دختره که ما چیونه است. عارف آن را به من نشان ده. اکا جان شما نبینید بهتر. عارف نشان ده وگرنه حقم را به تو حلال نمیکنم. نشان ده به تو میگویم. نازیه دخترم. اوه پدرش هم همینجا بودست. اکنون نازیه باز هم شرط آوردن بشم. الله میکنم دخترم را سرده. خواهش میکنم دخترم را سرده. خوب ببینیم دخترم چیه طاله دارد. خدایا خداوند به من یاری کن. خدایا خداوند مرگ دخترم را به من نشان نده. خدایا و دختر چه کار نشم. از برای خدا نفرمان. نکنین کارا. ماجیر این کارا نکن. او کودک از ماجیر. حالا باشد گل میکنه. رحم کن. ماجیر ماجیر این کارا نکن. از برای خدا. ماجیر چی جانه کارا نکن. دختر به طاله برآمد. اگر این سیلا را به دهان خودت گذاشته
تیر دولش را خالی نکنم، تیرهای آن را یک یک نپرانم. نام من کارلوس نباشد، شنیدی ابله؟ حالا باشد نوبت طالع دیگر رو میسنجیم. و من گوش کن به شرف به ایمان تو مرا دیوانه میکنی. قسم میخورم اگر به دستم افتی چنان عذابت میدهم که خودت به مردن راضی میشوی. میفهمی؟ این مسئله رو بدتر گپ میزنیم. کنی ببینیم نوبت کیست. افلسون را پوست کردم، بالای سر نهادم، یک سوخه هم بافتم. دوم قرآن بسلام برام و طالع بوده است. ماجیر بس کن ماجیر، این کارو نکن. من دیوانه میشم. تو چی در داری ها؟ تو چی در داری بناموس؟ چی در داری؟ از این آدمانی بگو چی میخوایی تو گپ زن. در اینجا چی گپ؟ ماجر بچه ها رو بدام افتاده است. آنها هم در دست هست. چی ها میگو یاری؟ خودتان بینید سردارم. یا خدایا، من از تو التجا میکنم. من از تو همچون انسان التجا میکنم. دختر را سرده. شما با دادر من رحم نکرده. نکن از برای خدا نپران. نکن. خون به خون، گناهگار بیگناه برای من فرق ندارد. گناهیان را چیز ماجیر نکن. ماجیر نکن. خواهش میکنم ماجیر نکن. این سوکارو نکن. ماجیر این کارو نکن. خواهش میکنم ماجیر این کارو نکن. اگر علم در ثریا باشد، بیشک مردان از اینها آن را به دست آورند. این حدیث پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است و آن را در حالی گفت که دستش بالای شانه سلمان فارس بود. درسته سخن پیامبر خدا را در خدمت اسلام کمر بستن ابرمردان از نیاگان ما به مثال امام بخاری، امام نسائی، امام ترمذی، امام اعظم، امام غزالی، امام ربانی، ابن سینا، جلال الدین بلخی، شیخ سعدی، خواجه حافظ، میر سید علی حمدانی، جامی، بیدل و دیگر ستاره های درخشان و راهنمای آسمان عرفان اسلامی و تمدن انسانی به اثبات رسانیده جهان معنوی اهل بشر را منور ساختند. آینه عبرت. یار مردان خدا باش. استودیوی همصدا با مقصد رشد معنویات مردم و آموزش حیات عبرت‌آموز بزرگان هر هفته پارچه‌ای را از حیات آنها پیشکش شما خواهد کرد. همصدا، همصدای دل شما.